سلام و عرض ادب. بریم با هم دیگه قوانین هوایی رو که ما خلبانا باید رعایت کنیم و با هم مرور کنیم. دوتا خلبان باید اجتناب کنن از برخورد با هم دیگه. وقتی دوتا خلبان از بغل به هم میرسن، خلبانی که در سمت راست هستش حق تقدم داره. در پرواز دیواره، خلبانی که ریج و یا کوه در سمت راستش هستش حق تقدم داره. وقتی دوتا پاراگلایدر از روبرو به هم دیگه میرسن، هر کدومشون باید به سمت راست خودشون بچرخن. اگر در دیواره در حال پرواز هستیم و سرعتمون نسبت به خلبان جلوی بیشتره، اقدام به گردش میکنیم. گردش به سمت منطقه امن و به سمت باد و دشت. اگر در حال حرکت هستیم با پاراگلایدر و سرعتمون نسبت به خلبان جلوی بیشتره، از سمتی که خلبان و بالی وجود نداره اقدام به سبقت میکنیم. اول نگاه میکنیم، وزن، بریک و گردش. در ترمال جهت گردش ما باید همجهت با سایر خلبانا باشه. یعنی اینکه اگر بقیه دارن به سمت چپ میچرخن، ما هم به سمت چپ میچرخیم و اگر بقیه پاراگلایدرها به سمت راست میچرخن، ما هم به سمت راست میچرخیم. در لندینگ حق تقدم با خلبانی هستش که ارتفاع کمتری نسبت به زمین داره. خیلی ممنون از توجهتون. الهی که پروازهای عالی و امن داشته باشید. سپاسگزارم.